تحولی که منطقه خاورمیانه رو به چالش کشید. روزی که خاک فلسطین به خانه اسرائیلیان تبدیل شد و چه کشورهایی اسرائیل رو به عنوان یک دولت به رسمیت شناختند و چه کشورهایی نشناختند. با هم مروری به این رویداد داشته باشیم. در سال 1947 سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که خاک فلسطین رو به دو قسمت تقسیم کنه. یک بخش برای مردم یهود و دیگری برای مردم عرب. و در آوریل 1948 دیوید بن-گوریون، اولین رهبر سیاستمدار یهودیان، استقلال و تشکیل یک دولت مستقل رو اعلام کرد و برخی از کشورها به سرعت اسرائیل رو به عنوان یک کشور مستقل تشخیص دادند که اولیش ایالات متحده آمریکا بود. ایالات متحده در تاریخ 14 می 1948 اسرائیل را به عنوان یک کشور مستقل تشخیص داد. این تشخیص به عنوان یکی از اولین قدم‌ها در تشخیص اسرائیل به عنوان یک کشور در جامعه بین‌المللی بود و بعد از آمریکا سوئد در 9 اوت 1948 اسرائیل را به عنوان یک کشور مستقل اعلام کرد. این عمل سوئد به عنوان یکی از اولین کشورهای اروپایی در تشخیص اسرائیل بود و بعد از اینها کانادا و سایر کشورها. ولی برخی از کشورهای عربی از جمله عراق و مصر اسرائیل را به عنوان یک کشور مستقل تشخیص ندادند. با این حال ایران هنوز با نام پارس بود و ترکیه که عضو شورای همکاری خلیج فارس بودند به سرعت اسرائیل را به عنوان یک کشور مستقل تشخیص دادند و بعدها ایران موضع خود را عوض کرد. قابل توجه است که بسیار از کشورهای عربی تاکنون اسرائیل را به عنوان یک کشور قانونی تشخیص ندادند و روابط رسمی با آن را متوقف کردند. در این نقشه کشورها رو که به رسمیت شناختن و نشناختن رو می‌بینید. خب بریم سر موضوع اسرائیل. تأسیس اسرائیل باعث بروز تنش‌ها و نزاعات بین عرب و اسرائیل شد. این تنش‌ها منجر به جنگ‌های مکرر در بین اسرائیل و کشورهای عربی میشه و جنگ بین کشورهای عربی همچون مصر، سوریه، اردن و لبنان آغاز میشه. این جنگ در تاریخ 15 می 1948 آغاز شد و در 20 ژوئیه 1949 با اعلام آتش بس به پایان رسید. این رژیم پس از جنگ به یک فرآیند امنیتی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. مهاجرت جمعی از یهودیان از سراسر جهان به اسرائیل آغاز میشه و شهرنشینی در سراسر خاک اسرائیل افزایش پیدا میکنه. یکی از صفحات تاریخی مهم در قرن 20 تأسیس اسرائیل، روزی که خاک فلسطین به عنوان خانه‌ای برای مردم یهود تبدیل میشه و اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل به وجود میاد. و با توجه به پیچیدگی و تاریخچه پرتنش بین روابط اسرائیل با کشورهای عربی، روند تغییر و تحول در این روابط همچنان در جریانه و در آینده نیز ممکنه تحت تاثیر تغییرات سیاسی و منطقه‌ای قرار بگیرند. ویدیوی بعدی در مورد فلسطین هست. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید.